بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات تقدیم شما بینندگان و شنوندگان عزیز. لبخند خدا عنوان غزلی از سروده‌های فرهیخته گرامی جناب استاد محمد زرگرپور است که تقدیم شما عزیزان می نمایم. این غزل به طرز زیبایی مفاهیم عمیق انسانی و الهی را در خود جای داده است. شاعر با بهره‌گیری از تصاویر و مفاهیم آشنا دنیایی سرشار از محبت، انسانیت و امید را به تصویر می کشد. از تقسیم لبخند، ترمیم زخمهای دل و کمک به دیگران گرفته تا پیمودن مسیر عشق و معنویت، همگی نشان از جستجوی شاعر برای معنای اصیل زندگی و رابطه نزدیکتر با خدا دارد. غزل با این تصویر شروع می شود که می توان لبخند را تقسیم کرد که نمادی از شادمانی و همدلی است. سپس با تأکید بر امکان تحکیم زندگی با خدا، شاعر نشان می‌دهد که در این دنیا همه چیز می‌تواند با عشق و ایمان معنا پیدا کند. در بند دوم شاعر به قلب‌های غمین و بیقرار اشاره می‌کند و راه حل آن را ترسیم لحظه‌های بیغمی می‌داند. لحظاتی که با تسکین دردها و شادیهای مشترک پدید می آیند. در بند سوم قلبهای داغ دیده مادران ناامید را با نوازش التیام می بخشد و در بند بعد فقر و سرما را با گرمی نانی تسکین می دهد. این تصویر نمادین از همدلی و کمک به نیازمندان اوج انسانیت را نشان می دهد و در بند آخر شاعر از مردی و غیرت سخن می گوید که می تواند سرزمین و جامعه را آباد کند و دست ناپاک و نادرست را از جامعه دور سازد. این بند بیانگر قدرت اراده انسانی و همت در ساختن جامعه‌ای بهتر و پایدارتر است. این غزل در نهایت پیامی عمیق از عشق، ایمان، همدلی و انسانیت به ما می‌دهد. مفاهیمی که در هر زمان و مکانی برای رشد فردی و اجتماعی ضروری و ارزشمند هستند. می شود لبخند را تقسیم کرد. می شود لبخند را تقسیم کرد، زندگی را با خدا تحکیم کرد. روی دلهای غمین بیقرار لحظه های بیغمی ترسیم کرد. روی دلهای غمین بیقرار لحظه های بیغمی ترسیم کرد. داغ قلب مادران ناامید، داغ قلب مادران ناامید با نوازش می توان ترمیم کرد. در کنار فقر و سرما بی‌دریغ، در کنار فقر و سرما بی‌دریغ گرمی نانی به کس تقدیم کرد. می شود با هر غریب و بی‌پناه، می شود با هر غریب و بی‌پناه سرنوشت خویش هم اقلیم کرد. با دو بال مهر تا هفت آسمان، با دو بال مهر تا هفت آسمان عشق را با خویش هم تقویم کرد. بی عبور از لوح و کرسی می توان، بی عبور از لوح و کرسی می توان با خدا صدها سند تنظیم کرد. بی عبور از لوح و کرسی می توان با خدا صدها سند تنظیم کرد. قحطی مهر است گاهی می شود،
قحطی مهر است گاهی می شود مهربانی را به هم تفهیم کرد. مردی و غیرت کند آبادمان، مردی و غیرت کند آبادمان، دست نامحرم اگر تحریم کرد. ضمن تقدیر از فرهیخته گرامی جناب استاد محمد زرگرپور سپاسگزارم از توجه شما عزیزان. ارادتمندتان محمد کاظم محمدی، فعال فرهنگی از کشور اتریش.